برای آن که بد اخلاقی با تو آیدی کار صحبت کردن یک سوی است، حتی چای نوشیدن نمیخواهم. باز هم روشن‌تر صحبت کنم؟ کمال گوش کن، من اینجا برای همکاری آمدم، ولی مادامی که این موضوع را کشادی من هم گپایم رو میگویم. آیا تو شخصی هستی که آیدی اخلاق گپ زنی کمال؟ ها؟ احوالت عیان است. برا دفعه دیگر اینقدر لطف نشان نخواهم داد. برا در حقیقت سخت تحصیل کرد. بله، من شخصی هستم که زنی بیماری سرطان شده را ترک کردم. با زنی مناسبت کردم که 15 سال از من خورد بود، لیکن من اصلاح شدم کمال، دورویه نشدم. شو از اینجا، شو گفتم. کمال، باری دیگر تو را در اینجا نبینم، باری دیگر تو را در نزدیکی این شرکت نبینم. بی ناموس! تو در اینجا چیکار میکنی؟ خانم سوزن، با تو یک چیز گویم. کار بهترین تو از این آدم جدا شدن است، خلاص شدن. با فکرم ذره زیخ نشم. کاری تو نباشد، برو از اینجا. بسیار خوب، اینقدر جفتی با مدنیت هستید. خیلی خوب. برای چی آمد از در اینجا؟ چیکار دارد؟ همه با کار خود مشغول شود. شاو با آخرت. سلام علیکم برادر. سلام، بفرمایید. خانم نیلگون مرا انتظار است. نامم فاضل. یک لحظه خبر دیم. میلش. فاضل نام شخصی آمده است. خوب، اجازه ده درآید. فهمم. مرحمت. تشکر. ببخشید، من جناب کمال نسبی بیهان رو باید آورد. با خدا که نامتان را گفتم، نسبتان را پرره تلفظ کردم، اما گوشی او نشنید. هیچ چیز را در یاد ندارد، اهمیت نداد. اگر به یاد می آورد حیران می شدم، ولی وقتی دومی او را سوزانم نسبی بیهان را فراموش نخواهد کرد. جناب عزیز، سبب اینقدر کین و دشمنی شما با کمال چیست؟ البته که فهمیدنم شرط نیست. فهمم. راست میگویی، شرط نیست. ببخشید، اگر من عصبی شوم انگشتانم را زیر میکنم. عادتم همین است. پدرم وقتی که خود را در حجره‌اش آویخت من 16 ساله بودم. 16 ساله. شخصی که او را پیدا کرد و از بند گرفت من بودم. نه، پدرم خودکشی نکرد.
او قربانی جنایت شد. پدری کمال حسن ایپکچی، آن بی‌نام ساق پدری لعنتی پدرم را تهدید کرد. در دست چیزی که بود همش را تا آخر گرفت. خوب، ها، برای خاطر آینده خوب فرزندش. پدری من شخصی با نفوذ بود، میفهمی؟ البته حتما. پدری من شخصی با ناموس بود. از این طرز زندگی کردن خودکشی را افضل. پدرم را بدنام کردند و پدرم چرا روا دیده باشد آن را می‌بیند. و پدرم چیکار کرده باشد همان کار را با اینها میکنم، نه کم و نه زیاد، نه کم و نه زیاد. خوش آمدی خواهرم، جانم. من برای تو چنان خرسند شدم که نیلگون، اصلا تو به حیاتی از اینم خوبتر سزاوار هستی. تو به من اهمیت نده، من بسیار لقیدم. بیو بشین. گرسنه‌ای؟ یگان چیز تیار کنم؟ نه، من کمی پیش خوراک خوردم. خیر نیلگون، تجهیزات خانه را نو کردن نمیخوایی؟ باز رنگ و بار کرده، بعدم مزه کرده در خانه بشین. میخواستم که در مراسم نکاحت اشتراک کنم، اما نصیب نبوده است. نیلگون، چی میشد که من هم در این رسم جا میشدم؟ اگر نصیب نباشد نمیشود. کمال و قادر هر دو عصبی شدن مرا راندند. مگر من اعضای این عائله نیستم؟ وقتی که یگان کس نبود من این عائله را نگاه و بین میکردم. قادر را عصبی کردم یا اینکه همه را رسوا کردم؟ گپی بیهوده. اگر به من اومده میگفتید من میفهمیدم، اما با واسطه قادر تو رو حمایه کردنی بودم. نگوید که باور نمیکنم. من اینجا نه برای ستم کردن بلکه برای بخشش پرسیدن آمدم. من از نو آدم می شوم. من از نو به این عائله مناسب می شوم. به خدا حالا می بینی، قسم می خورم که نه از تو و نه از کمال یگان تنگل نمی گیرم. یگان کار یافته به مانند شیر بچه ها کار می کنم. حالا می بینی، باور کن. نه شکایت می کنم و نه آفرین گفتن مردم را انتظار می شوم. حالا می بینی، می بینی. به نام خدا قسم، والله قسم برای خودم میکنم، برای خاطر شما میکنم نیلگون. تو تقوی فرزندان من هستی فوزل. تو در این خاندان دائما جای داری. تو حالا کمی خود رو به ترتیب درار، اطراف خاموش شود، بعد به مانند هر وقت زندگی میکنیم. خواطر نشو. تشکر. نه، تو مرا سببگار همه این حادثه ها بدان. بگذار، لیکن از کمال احتیاط باش. من به تو میگویم او انسانی باوری ناک نیست. تو چی گفتنی؟ تو اهمیت نده، تنها